يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. اینجا قبلا مسئله نماز بیان شد، مسئله زکات بیان شد، رکن سوم اسلام صوم است، را بیان میکنه. صوم با چهارم نشانه به حساب اعمال حج میشه. رکن اول اسلام از نگاه عملی نماز است، دومش زکات، سوم روزه، چهارم حج. اگر از نگاه عقیده عمل بگیری باز این رکن چندم میشه؟ چهارم میشه. کلمه توحید، نماز، زکات، باز روزه. حال مسئله صوم و سیام بیان میکنه، چون که در اونجا یک حکم جزایی را بیان کرد، حال باز حکم عبادتی را بیان میکنه و صوم یکی از ارکان مهم اسلام است و در همه امتا فرض شده بود. فواید بسیار زیاد دارد. الله در اینجا حکم میکنه که روزه ماه رمضان را اشکده باشین، ترک نکنین. یا ایها الذین آمنو، ای کسایی که ایمان آوردن، خبردار ایمان شما تقاضا را میکنه. کتب علیکم الصیام، فرض شده مبالای شما روزه گرفتن ماه رمضان، کما کتب علی الذین من قبلکم، مثل که فرض شده بود با امتای پیش از شما دیگه مؤمنین، لعلکم تتقون، تا اینکه شما متقی شوین. روزه به خاطر تقوا است، حصول تقوا. ایام معدودات، یک چند روزه شمار کرده شده است. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر، هر کس شما مریض باشه یا مسافر باشد، در سفر باشد، فعدة، پس واجب است با بالای شمار کردن من ایام اخر، از دیگر روزا قضای واجب است. و علی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین، کسایی که توانایی روزه گرفتن نداره، پیر شده یا پیر شدگی، ضعیف شدگی، شیخ شده، فدیه طعام مسکین فدیه است، یعنی فدیه که یک چیزی از گندمی چیزا، طعام مسکین غذا دادن مسکین. فمن تطوع خیرا، هر کسی که نفلی را انجام داد، اضافگی روزه، خیرا خیر، اعمال خیر که روزه است، فهو خیر له، یہ بهتر است برای ازی. و ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر روزه بگیرین بهتر است برتان، اگر میدانین، اگر علم دارین، روزه به خیرتان است. آل الله متعال حکم دیگه اسلام روزه است. روزه هم فرض شده، کلش کتبه، نه؟ کتب علیکم القصاص، کتب علیکم الوصیه، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال. مردم افغانستان در روزه خور جزا میته ولی قاتل جزا نمیته. وصیت خو هیچ نیست، هیچ قتال خو هیچ نیست، نه؟ در حالی که کلش به یک الفاظ است، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الوصیه. روزه خور گیر کنن جزا میتن، در حالی که بینماز جرمش بالاست از روزه خور کده. در بینماز اختلاف از کافر میشه نمیشه. بعضی مذاهب میگه میشه، مثل امام احمد ابن حنبل و تابعدارایش. نماز قصدن ترکت کافر میشه، دلایل هم داره. ولی ما شما که بینمازا خوب دوستی هم میکنیم دیگه. روزه خور که بود و نه یک سیلیار که برای خدا میزنه، و روزه خور گیر کنن میزنندش. مسئولین در ملیلیه گیر که 3-4 تا را با ما آوردن، گفتیم گیرش کردیم. گفتم چی کردیم؟ گفت خوب لطش کردیم، حال پیش تو آوردیم. گفتم چی میکنی؟ گفت اینم اینجا بندیش. گفتم من خب بندی خانه ندارم. گفت اینم تشناب پرتش. گفتم گمش کو اینجا در تشناب جای هم نیست، جای ششتن هم نیست. خب اونا را گفتم چرا این کار کردین؟ چپ. گفتم ببرش یک جای دیگه. باز یک جای دیگه بردندش، توبه کردن سرش، توبه که دیگه نکنین کاره. یک روز بندیش کردن، ایلاش کردن. کل یه روز خوره بعد میبره. پلیس هم یک سیلی میزنه، نه؟ ولی بی نماز هیچ. کلان آدم ها را ببینی روزه را اعلان نمیته. خب نماز هیچ. این جهالت است، نه؟ جهل است. نماز نمیخوانه. یک تا مقامای ما هست، باز میم روزه میگیری رمضان که شد میگه چی فکر کردی؟ هیچ در نظرت مسلمان معلوم نمیشه. نماز هیچ نمیخوانه. دیگه وقت هم با نماز نمیخوانه. در رمضان فقط تراویح میآید، تراویح میخوانی، میگه هیچ در نظرت ما مسلمان معلوم نمیشه. چرا تراویح میخوانی؟ میگه تراویح به این میخوانیم که روزه ما قبول شود. این هم جهالت، در حالی که تراویح با قبولیت روزه ارتباط نداره. حکم نماز
رسول الله صلی الله علیه و میفرماد من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر. کسی نماز قصدا ترکت کافر شد. العهد الذی بیننا و بینهم الصلاة، پیمانی که در بین ما و اونا بود نماز بود. فمن ترکها فقد کفر، نماز ترکت کافر میشه. اما مردم نماز نمیخوانند. روزه را کلگی میگیره، در مرگ هم باشه میگیره، در سفر هم باشه میگیره. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ای مؤمنین ایمان که آوردی اینی احکام قبول کو. ایمانی تو نیست که قبول کردم تابعیت اسلام گرفتی. ایمان تابعیت اسلام است. اینا دیگه اینی قوانین تطبیق کو در زندگی. حکومت اسلامی به زور سر مردم روزه میگیره، روزه خور مجازات میکنه مگر اینکه مریض باشه. یا ایها الذین آمنوا، الله چرا میگه؟ امی شعور انسان ایمانشه، یعنی روزه گرفتن منبعش ایمان است. اگه ایمان نبود، روزه چیزی است که دیگه کس نمیفهمه. میال کسی مثلا پسشوی میخیزه، خوب میخوره کت کلگی، روز که شد اون دو تشنابا و هر جای نان خدا بزنه، مردم چی میفهمه؟ با افطاری خوب زیاد میخوره، یه سال گوش نشده. اینا اگه ایمان نباشه، روزه بیخی یک چیزی است که هیچ کس از این عمل نمیفهمه غیر از الله. اگه ایمان بود روزه میشه، ایمان نبود تو میخوره دیگه. روزه خدا افطار میکنه. کتب علیکم الصیام، ایمان دارین شما، ایمانی که روزه فرض شده به بالای شما، روزه ماه رمضان. کما کتب علی الذین من قبلکم، دی تخفیف میشه. سوال پیدا میشه که روزه تنها به بالای ماست یا دیگران بود؟ الله میگه دیگران گرفته. یک تکلیف که به بالای کلگی باشه آسان میشه، به بالای یک نفر دو نفر بود سخت است. کتب کما کتب، مثل که فرض شده بود با امتهای سابقه من قبلکم، پیش از شما دیگه امتها می فرض شدن. لعلکم تتقون، به خاطر که شما متقین شوین، از جمله متقیا شوین، از محارمش اجتناب کنین. سکو در روزه تقواست واقعا. یک کسی روزه میگیره چقدر سختی با بالش میاد می تابستان 16 ساعت گرسنگی تکلیف بخی سرش چرخ میزنه، روزه نمیخوره. با وجود اگه بخوره کسی نمیبینه. از این چی فهمیده میشه که ایمان عزیز که اگه هیچ کس نمیبینه الله مرا میبینه. اینا در کل اعمال همی تو باشیم، اگه هیچ کس ما را نمیبینه الله خو میبینه. این خودش انسان هم به دیگه اعمال آماده میکنه، به دیگه عبادات، به دیگه اطاعت. ایام معدودات، چند روز شمار کرده شده است، این بر تخفیف است. الله میگه زیاد چند روزه معدود، یا چند روز معدود شمار شده. چند تا سو 29 30 ماه اسلامی 29 و 30 است، 31 نداره. مردم افغانستان نمیفهمن. 29 را که گرفت میگه والله تا که کافر آمده روزی مم کم شده. من گفتم کافر ارتباط نداره. سعی که تو میگه 29 شد، میگن سوبید است. این با کافر ارتباط نداره. ماه قمری است، تو خدا شمسی اینجا تاریخ افغانستان دست شمسی شده، مردم قمری را فراموش کرده. اگر این ماه اسلامی کلش قمری است. محرم، سفر المظفر، ذوالقعده، دیگه ربیع الاول، ربیع ثانی، جمادی الاول، جمادی ثانی، رجب، رمضان، رجب، شعبان، رمضان، ذوالقعده، ذوالحجه. این میاره حتی کسی هیچ نه شوال، ذوالقعده، ذوالحجه هیچ هم میارم نمیفهمه کدام ماست، ما اسلامی کدام است مچون نگه. تا که چی بیایه، میلاد بیایه و رمضان بیایه دیگه نمیفهم. یک رمضان هم میشناسه و میلاد خلاص. 29 31 نداره، 28 هم نداره. ایام معدودات، چند روز شمار کرده شده است، زیاد نیست، بسیار کم است. کل زمانه نیست که بسته سال روزه بگیره. ایام رحمت الله است. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، سوال پیدا میشه که مریض شویم چطور؟ الله میگه مریض شدی خیر است افطار. چه قاسان دین، نماز استاده نمیتونی بیشی و نمیتونی اشاره نشد خلاص شد، عفو است. اینجا میگن اسقاط شبتی. چون اسقاط بته؟ اسقاط در نماز نیست. مولای فعلی میگن اسقاط بته. اسقاط نه در قرآن آمده، از نماز نه در حدیث، یک در روزه آمده. فمن کان منکم مریضا، هر کسی از شما مریض بود. بعضی هم میگن مریضی شدید، بعضی میگن مریض شد حالا ریزش هم شد بگیره افطار کنه، بله میتونه به می ریزش هم شد حالا ریزش هم سخته، گرسنه میشه انسان. در می ریزش و زکام بسان انسان گرسنه میشه،
فشار میاد، بدن ضعیف میشه. میفهم مریض بدن ضعیف شده میره مرض زیاد میشه، بدن ضعیف شد مرض زیاد میشه. اولا سفر یا در سفر بود. فعدت من ایام اخر، واجب است با بالای ازی شمار کردن روزای دیگر. مریض علا سفر چرا میگه؟ یعنی عملا در سفر باشه، ایتونه که اراده سفر داره، عملا در سفر. افطار کرد با بالاش قضایی است در دیگر روزا، در دیگر روزا قضایی بیاره. حتی بعضی هایی که بسیار سرش فشار میامد رسول الله صلی میدید که روزه گرفته ضعف است، سفر آمد. باز حتی گفت که لیس من برم صیام فی سفر، گفت در رو سفر ثواب نیست روزه گرفتن. شما خدا گفت نکشین. یکم تو را ببینی بیخی وضعش خراب است میگنی همین سفر که کردی اگر که موتر اثر چی است، یک تکلیف است، تیار است، میتونی افطار کن. اگر یک تکلیف نباشه کسی بگیره خیر است، ولی اگر فشار آمد روزه گرفت با ثواب نداره. خو یکم تا میگه که اگر ما افطار کنم دیگر روز باز کل اگه روزه خوره سر ما سخت تمام میشه، نه تو میگه قضاییش سخت است. یا زنهای حامل است، میگه اگر روزه بگیرم طفل ضعیف میشه وام میتونه. زنهای شیردیس روزه بگیرم شیر خشک میشه وام میتونه، در حالت نفاس است او خب بیزو نیست. مریضی داره، مریضی ماهوار وام میتونه، ولی مریضی ماهوار باید روزه را قضایی میاره یا نفاس باشه، زیر سال یک دفعه است. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسکین، و بالای کسایی که توانایی روزه را دارن ولی با مشقت توانایی دارن، مثل شیخ است یا ضعیف است، اگر افطار کنن میتونن. اینطور نیست که لا یطیقونه هیچ توانایی ندارن، داره به سختی. طعام فدیتون، فدیه بته، فدیه بدلش بته، جرمانه اینا. طعام مسکین، غذای مسکین، هر روز یک مسکین نان بته، یک وقت نان، یا ای که 2 کیلو 200 گرم گندم بته یا برنج بته هر روز. روزه را به تکلیف میگیره، یا یک 2 کیلو 200 گرم چیز بته، گندم بته یا برنج داده برا خلاص هر روز بته، امو روز خلاص. یعنی می اسقاط است، اسقاط روزه نیست، ساقط که وقته. یعنی میره در زندگی خود داده برا که مرد خلاص، این اسقاط نیست. حال اینجا که مرد میارن نمازش، نماز خود چیز نداره، نماز توانایی دارید خوب نداری هیچ. اگر از پیشت ضعیف شدی نماز خواندن نتانستی، وقت پیدا کردی قضایی بیار نکردی خلاص معاف هستی. هیچ کسی گپ نگفته. یک امام محمد گفت که اگر نمازم بته نرجو انشاءالله، امید داریم یا گپ ازت بیچاره حالیا که دم امام مذهب ینده گپ بگه دم بشه محکم میکنه. این یک چیز گفته، شاید دی کدام حکمت باشه. چی میگید؟ خب امامای سابقه، امام ابو حنیفه رحمه الله خود نگفته، امام محمد گفته از نماز اگر اسقاط بته و اسقاط چیز هر روز 5 نماز 5 چارک گندم داده برو خلاص. ولی باز میگه که اگر نمیتونه داده، اونایی تو نگفتن که باز هیله کنن، نه امام ابو حنیفه رحمه الله گفتن، نه امام محمد، نه امام ابو یوسف شاگرده هیچ در مذهب حنفی علمای متقدمین نگفتن. پس آن دیگه ملا پیدا شد، میگه یادم 1 سال مریض بود، نمازش مانده، 5 نمازه که 1 چارک گندمی 1 سال بزن، 5000 به 360 بکو چقدر میشه، و بازو را ضرب 1 چارک گندم کو که چقدر گندم میشه. این حالی پیسی ازی میگه 5000 است، قرضدار شد 1 لک. چطور کنیم این 5000 1 لک و به او میگردانه و به او میگردانه، یعنی قسمی زیادش میکنه. این چیزها را نه در مذهب است، نه امام ابو حنیفه خبر است از این گپا، نه شاگرداش. پس آن ملا پیدا شد، چند تا ملای دیگه. کاش که این مذهب امام صاحب نظر خودش باشه، خب آسان بود. هر کی که آمد دادم مذهب خدا بسته کرد یا نظر داد، او را میگن همین مذهب است. فهمیدین؟ هر کی گفت من حنفیستم باید یک نظر داد، یک ملا، او را میگه همین گپ مذهب است. زیرا ملای مذهبی گپ گفته، امام مذهب گفته نه، کی گفته؟ ملای مذهب گفته. ملا خود زیاد است، ملا هر چی میگه دلیل از قرآن سنت بکار است. این فدیه میگه اسقاط در قرآن است، این فدیه روزه است، نماز هیچ نیست. و هم دمو روز بته خلاص. اگر مردی تو نه که نداده بود مرد، با دم سر قبرش و سر مرده و هر وقت بته میشه خلاص.
تو جنازه‌ش خواندی ببر. جنازه را میخوانه او را گروگان گرفته مرده را. حالا چرا مرده را گروگان گرفتی؟ نه پیسه‌اش که نکشه نمیشه. پیسه‌اش بالای سرش تقسیم میکنه. اگه نه از خودش هم نیست. او که مرد و پیسه از یتیم است. بعضی وقت اینا مثلا ما مردم نه مردم صبح مردم اون اطفال ما یتیم شد. حالا این پیسه این به یتیم داده شد یا به مولای اجدار دانایشان این قنقوازه به اجدارا داده شد. بعد از این مولای جیبش بکشیم به یتیمای چیز بده. اولادم یتیم شده. این مولای ظالم حق یتیمه بیار اسقاطشه 20,000 میکشه 10,000 میکشه با داده میره کم تو ششتگیست مردار خوره حرام خور. الله در قرآن میگه ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. کسایی که مال یتیم به ظلم میخوره به ناحق آتش در اشکم خود میپرد. اکثر اینمی اسقاط مال یتیم است اکثر اوقات، در حالی که علمای سابقه گفت که وصیت کنه مال یتیم نباشه. این که پار اونا گفته همین کسایی که فتوا داده مولای مذهب اونا گفتن مال یتیم نباشه وصیت کرده باشه یا پرسان نمیکنه وصیت کرده نمازش مانده باشه میگه روزیش عالما نمازای ما خواندیم نه خفتن نماز خواندم روزه می چی سرم نیست مردم صبح اسقاط ما میکنن. حال اسقاط چی میکنی؟ اسقاط روزه میکنی روزیم تکمیل است. نماز میکنی نماز مشاو خفتن خواندیم یک نماز هم قضا نکردیم. نه اسقاطش که نبیاری نمیشه. این مولا را سعی کنی چی ظالمایی هستند. خب بگی عالم تو به مذهب ایمان داری به قرآن به چی داری؟ این والله کاری که یا میکنن نه در مذهب است. خب همین علمای مولای مذهب هم همین گپا نگفتن. ما در یک جای رفتیم یک مولای صاحب بود او این ذره با تقوا بود کمی با تقوایی که ایله میکرد ولی همون شرایطی که مولای مذهب گفته او را مراعات میکرد. گفت وصیت کرده یا نه؟ همین مرده گفت نه. گفت یتیم صغیر داره؟ گفت ها. گفت ببرین پیسه‌ش به یتیمش بده. حال مولا این از کجا چندین قریه آمده بودن پشت اسقاط. مولوی کلان که گفت ببرین به یتیم بتین این مولوی ها چنان قار شده جنازه را خوانده میگه خدا ایره نبخشه امتون ما از کجا آمدیم به خاطر اسقاط ازی یک چند روپه به ما بده. اینی تو مولای ذلیل خب شیشته مردار خور مال یتیم میخوری. یک وقت یک استاد ما گفت ما چند مولا را میمان کردیم نفا آمدن گفتی خو مردکه مرده ایسو اسقاطش میگیرن ایسو گوش کشتن گو از یتیم است پدر مرد حقش خلاص است گو از یتیم او را کشتن میگم می تو پلاو گوشت نه شوروا بود خوب گوشت آوردن که می آوردن مولوی ها 30-40 تا آورده بودن گفت که اعوذ بالله اوکی گفت اعوذ بالله من الشیطان پاکستان بود باز کسی نگوید پشتو گپ زدی گفت اعوذ بالله اوکی خوب گفت که میگم من که میگفت که بسم الله اوکی میگم من گفتم باش که من بسم الله را ما میگم گفتم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. امیر خواند. حالا گفت کل مولا دستایش همین او میگه تو بخو میگه چوب. قرآن میگه هر کسی که مال یتیمه به ظلم ناحق میخورد در اشکمش آتش میپرته زود است که در آتش داخل شود. پدرش مرده این مال یتیم است گوش شما کشتین گوشت یتیم است میخوری بخور در اشکمت آتش میپرد. حالا مولا میگه قار شده چیشته که اینا نامه است دیگه خب گوشت نامه هستن این چطور میشه آیت خوانده شد. یک دفعه گفت مولا قار کرد چی حال است کی را آورده به ما برآمد که برآمد گفت مولای کتب قار کرد دیگه از پشت 40 مولای دیگه از پشتش برآمد که رفتن بازی میگه که همین کسی که کارم میکرد بی ما بود تمی استاد ما گفتی آمد حالا مولای صاحب چرا رفت من بیخی بدنام شدم میشدم گفتم بیشی اینجا گفتن که این گوشت گاو ما نمیخوریم به ما گوشت مرغ باشه. گفت خو ای تو میگن خدا یار تبا کنه گفت ما گاو کشتیم یا میگه مرغ باشه. گفتم می قار شده به این خاطر. بعد از او که کل گوشتا مان خوب شد گفت مردم هم چیز کردم گفتم میره ببرین در قصابی بتیم پیسهش به یتیما بودیم ایسو اسقاطش میگیره ایسو گاو گوسفندش میکشه
نامش مانده مذهب حنفی. شور بخور تا پی وابی خراب در پسرت میزن. من میگم حرام نخوی، میگه وابیستی. نخو مال یتیمه. حرام خور. مرداری را بخوری خوب اسیره نی. مال یتیمه. یکم تا چی میگه؟ ما اسقاط میکنیم. بته بازم مولوی گفت که میکنی. گفت بانی پیسه را برو از خانه بیار. سبا روز خود دعوا نمیکنی. همین تو گفتش خب بیار. گفت نشته که 60 تبان که سبا روز دعوا نکنی. یکم تا میگه من خیرات میکنم. نه که کد باز پس میگیره. گفت اینجا نوشته که 60 تبان شایدار میمانیم که سبا روز در مال ازی، در درخت ازی، در زندگی ازی دست نزنی. خیرات تکدم، مرده‌داری تکدم. این گفت که گفتش چوب کرد. ظالم آره. امی برادرش هم تو ظالم است. خب به خاطرش کم خود مال ازوره میگیره، مال برادر میگیره. مامایش هم تو ظالم است، کاکایش هم. بته عجیبت بته، بیار عجیبت بته. آفرین. اون تو مولوی ها کم بود دیگه، حالا نیست. و یک ذره خوب بودن، میدیدن که چی گپ است. فمن تطوع خیرا فهو خیر الله. فمن تطوع نفل، عبادت اضافه‌ای. هر کسی اضافه انجام داد خیرا، اعمال خیر که روزه است، روزای نفلی گرفت. یا ای که تطوع خیرا، امی فدیه را به می اندازه‌ای که تعیین شدگی است زیادتر داد، فهو خیر الله، برش بهتر است. مثلا یک چارک گندم نمیته، نیم سیر میته، حساب داره. یک چارک برنج نمیته، نیم سیر میته. و ان تصوموا خیر لکم، اگر روزه بگیرین بهتر است برای شما. در اینجا الله خطاب میکند که روزه از فطر و فدیه کده خوب است. ان کنتم تعلمون، اگر شما میفهمین. یکم تا مثلا توانایی داره، کمی سرش تکلیف است، پیر شده، الله میگه اگر روزه بگیری تکلیف بیاد، بسیار تکلیف نباشه، از فدیه کده بهتر است. ان کنتم تعلمون. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. در اینجا الله متعال عظمت ماه رمضان بیان میکند. ماه رمضان کدام ماه؟ الذی، آن ماه است انزل فیه القرآن، قرآن در ما نازل شده. رمضان به خاطر که در گرمی آمده بود، از رمز با معنای گرمی است، ایره رمضان میگه این ماه را. الله میگه این ماه برکت به این خاطر حاصل کرد که ماه قرآن در نازل شده. قرآن در ماه رمضان آمده. امی اقرأ بسم ربک الذی خلق ماه رمضان که نازل شد. هدى للناس، امی روزهایی که فرض شدگیست در کدام ماه؟ در ماه رمضان. الله تعیین کرد که در دیگه ماه نگیرین. یعنی نزول قرآن شروعش در ماه رمضان شده. این تو قرآنی که هدى للناس، هدایت برای کل انسانیت، عقیده، نظام زندگی، قوانین زندگی را برای کل انسانیت یاد میده. و بینات من الهدى والفرقان، بینات دلائل واضح و روشن است از هدایت والفرقان و جدایی در بین حق و باطل. در قرآن احکامی است که در بین حق و باطل جدایی را میارد و عقیده صحیح، عمل صحیح را نشان میده. فمن شهد منکم الشهر فلیصم، هر کس از شما حاضر شد در ماه رمضان باید روزه بگیره. دینمی ماه حاضر شد، بالغ بود، توانایی داشت، مریض یا نبود، در سفر نبود، فلیصم، باید روزه بگیره. اینجا دیگه الله تاکید کرد که هر کسی که در ماه حاضر میشه باید روزه بگیره. و من کان مریضا، اگر کسی مریض بود یا در سفر بود، فعدة من ایام اخر، واجب است به بالای ازید. چی واجب است؟ ایام اخر، روزه گرفتن روزهای دیگر روزها را غیر از رمضان قضایی بیاره. یرید الله بكم اليسر، اراده میکند الله بر شما مؤمنین آسانی را. ولا یرید بكم العسر، اراده نمیکند الله به احکام خود سختی را. اینمی که در مریض شدی افطار کن، این آسانی است. الله اراده. در سفر بودی افطار کن، این اراده آسانی است. تا که بالغ نشدی، نه روزه و بالایت فرض نیست، کلش آسانی است. الدین یسرون، دین بسیار آسانه. یکم طوره که بگوییم به کتاب الله بسیار آسانه. عمل کن، میگه او قربان کتاب شام. کی میتونه به این کتاب عمل کن؟
بسیار سخت گفته. سخت چی گفته؟ اقرا قرآن آسان میگه، در هر جاش آسانی است. بعثت بالحنیفیت السمحه. رسول الله میگه ما فرستاده شدیم به عقیده توحید و نظام توحید السمحه که بسیار آسان است. آسان. پنج وقت نماز سخت است؟ نه، آسان است. همین قرآن هم میخوانیم ما کسی قرآن یاد میگیره در 3 ماه زمستان سخت است؟ نه. در پانتون میری این 7 بجه میرن همی دخترها، 7 بجه میرن، 1:30 بجه میبراین. ما 8:30 تا 12 از وقت پانتون کنه کم اعلان کردیم. و هم نیم ساعتش در تفریح، اونم 10 دقیقه تفریح دارن، 5 دقیقه تفریح دارن، پای در پای درس قراشش دیگه، هیچ فشار سرش نمیاد. اینجا بیا او ولا قرآن که بگوی فشار است میگه، ده چیز که بگویش ده هنرهای زیبا دول سرنه میخوانه، ده ایخو فشار نیست، قراش رگیستی تا بگاره دول میزنی. هنرهای زیبایی نمیست. مجسمه سازی ده ایخو فشار نیست. فلسفه را میخوانه، گپ افلاطون نظریات، ده او فشار نیست. قرآن کلام الله. ولی تکمیل العدت، به خاطر که شما تکمیل کنین شمار ماه رمضان را. الله میگه ما اینمی حکم روان کردیم که شمار رمضان تکمیل کنین. شمارش که 29 30 یا قضایی که مانده او را تکمیل کنین. ولی تکبر الله علی ما هداکم، و دیگه که عظمت الله را بیان کنین به طریقی که الله شما را هدایت کرده. لتکبر الله یعنی حمد الله را بگوین، عظمت الله را الحمدلله بگوین، که الحمدلله بگوین چقدر ما آسان است دین. توسط از الله بسیار نعمتهای جنت هم میده. ولی تکبر الله. بعضی میگوید که رمضان خلاص شد، این تکبیرات تشریق است، نه؟ لتکبر الله. بعد از شام ام طرف نماز عید که میری الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد، این از این ثابت میشه. ولی عظمت الله را علی ما هداکم، به طریقی که الله هدایت کرده. ذکر که میکنی به طریقی وحی باشه، ازش کم خود جور نکن. ولعلکم تشکرون، به خاطر که شما سپاسگزاری احسانات و نعمتهای الله را بکنین. یعنی این نعمت الله است که به واسطه روزه نعمتهای جنت الله برات میده. فوایدش حالا بیان کردن که میگه میده که بسیار تکلیف میبینه باید روزه باشه چند روز انسان. و اذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حال الله می فرماید وقتی که سوال میکنن از توی پیامبر بندای ما عنی درباره ما که نزدیک است یا دور، فقل اینی قریب، بگو که من نزدیک هستم، برشان بگو که من بسیار نزدیک هستم. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، قبول میکنم دعا کننده را وقتی که از ما دعا میخوان. فلیستجیبوا لی، قبول بکنن اینا احکام مرا. ولیؤمنوا بی، یقین بکنن به احکام دستورات ما. لعلهم یرشدون، تا اینکه اینا به هدایت روان شوند، ترقی بکنن. حال در ماه رمضان الله میگه دعا بسیار قبول میشه، هر وقت میشه. مسائل روزه را که گفت مسئله دعا را بیان کرد، خصوصا در وقت افطار حدیث است دعا قبول میشه. وقت افطار در جریان روزه گر دعا بکنی، وقت افطاری پس شوی میخیزی سحری دعا بکن، نماز بخوان، بسیار قبول میشه. و اذا سألك عبادی، سوال میکنن از توی پیامبر. در ارتباط از یک سبب نزول هم داره که صحابه آمدن گفتن یا رسول الله، بعد میگه یهود پرسان کرد الله نزدیک است که آشتا دعا کنیم یا دور از چیخ بزنیم؟ الله ای آیت روان کرد بسیار نزدیک است. الله در قرآن میگه و نحن اقرب الی من حبل الورید، اشاره که گردن تام کردن نزدیک است. در دعا چیخ نزن، بسیار آهسته. یک مگر که ضرورت شود، در بعضی حالات بلند دعا است. یک کسی میگه دعا کو، دست بالا میکنی، مثل که رسول الله هم در نماز جمعه کسی گفت باران نیست، دست بالا کرد که الله مسقنا الله مسقنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. و اذا سألك عبادی، وقتی که سوال میکنن از توی پیامبر بنده های ما در ارتباط ما نزدیک است یا دور، فقل، باز بگو اینی قریب، من نزدیک، یعنی ما به امرایش هستم، دعایشان میشنوم، قوت ما علم ما هر جای است، تضرعشان میفهم، حالاتشان میفهمم. پیشترم گفتم و نحن اقرب الی من حبل الورید. اجیب دعوت الداع، قبول میکنم دعایی که دعا کننده را اذا دعان، هر وقت که دعا کند، هر وقت با ایمان با خشوع و حضور قلب دعا کند.
دعا بکو در 24 ساعت یک دفعه یا در نماز صحیح دعا کن، از قلب دعا کن. همین دعای بعد از سنت و فرض که هست در این اخلاص نیست، فقط و خلاص کردنه. روی خدا دور میتا ملا کل چیز به خود میخواه. اللهم اینی اعوذ بک، اللهم اینی اعوذ بک من عذاب القبر، اللهم اینی اعوذ بک من الهم. به خودش میخواه مرا از این نجات بده، مرا از این. مردم این تو دست خدا گرفته آمین آمین آمین، تیز بار خطاست نه که میگفت همین تو میکنم میدوا. این دعا نیست، باید یک چیزی که میگی. یک جای رفتم گفت دعا کن، مرا گفت مولوی صاحب دعا کن، بالا کردم. گفتم بگو خودت چی میگی؟ چی میگه؟ من خو یاد ندارم. تو چرا یاد نداری؟ نماز یاد داری، دعا رو یاد نداری؟ تو از الله بخوای یک چیز. دعا چرا میگه طلب؟ همین دعا رو نمیفهمید. تو دعا کن، میگه من دعا رو نمیفهمم. گفتم از الله یک چیز طلب کن. چرا چی طلب کنم؟ گفتم کلی چیز برای شما تیار ده میدانت ملا کده. حالا می دعا رو خو یاد بگی که دعا چی است. باز گفتم خب برین خودتان دعا کنید. ولی به ما ملا یاد نداده، ما فقط آمین میگیم. یکم دفعه باز همین ملا دعای شرم میکنه. خود هر جای قرآن که ربنا آمده یا فکر میکنن دعای خیر است. در قرآن یکم دفعه انبیا علی قوم دعای بد کده، دعای شر کده، قوم بدوا کده، بدوا دعای خوب نکده. ملا دور میته می ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. این دعای شعیب علیه السلام است علی قوم که یا الله قوم هلاک، این ملت هلاک و مرا نجات بده. ملا میگه یا الله مقتدیار هلاک، در بین ما و یا فیصله مرا نجات بده. این مقتدیار چی میگه؟ آمین. بیخت کندی اگه این دعا قبول شد کلت هلاک میشه. ولی نه ملا میفهمه که دعا چی معنی، نه مقتدی، نه مقتدی و می دعا را میکنه. و یا قاری میگفت ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق. گفتم قاری نافهم. قاری گفتم تو معنای قرآن نمیفهمی. هر دعایی که ربنا آمد نگو، بفهم که می چی دعاست. یا فقط به مؤمن گفتن خوش هستن. وجیب دعوت الداعی اذا دعان، قبول میکنم دعای دعا کننده هر وقت که دعا کنه. از این چی فهمیده میشه؟ دعا میکنیم مستقیم از الله بخواه، کسی را واسطه نکن، وسیله مرده. اسماء و صفات الله، اللهم ربنا آتنا، نمازی ها بخوان دعا کن. حالا میگن بروی حبیبت چطور چنان، یا میگن در زیارت بریم دعای ما قبول شوانه اونجا بریم. این مکانهای قبولیت دعا نیست. دیگه جایا هست بیت الله و اینجا، اونجا نیست. فلیستجیبوا لی، دیگه فلیستجیبوا، استجابت بکنن اینا از ما. استجابت چی؟ یعنی حکم مرا قبول کنن، عمل کنن و ایمان بیارن به این که من دعایشان قبول میکنم، که بخوایم قبول میکنم. یعنی با ایمان و لعلهم یرشدون، تا اینکه اینها ترقی کنن و رشد بکنن، به هدایت شون. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. حال در اینجا الله یک حکم بیان میکنه. قبلا نان شب که میخوردن باز روزه بود، خب افطار میکردن بعد از خفتن باز روزه. نه که خانم خواب شده میتونی، نه دیگه چیز خورده میتونی، تکلیف بود. مردم دیگه یک ماه از خانم دور میشدن، نه یک ماه بعد از خفتن دیگه، نه خود تا شام تا خفتن خود نان میخوری، بعد از وقتت پورا میشه، بعد روزه تا صبح. سحری یکم افطار که باز وقت نبود. بعضی صحابه که هستن با خانمای خودن واقع شدن، در شب که واقع شدن گفتن چی مشکلات پیدا شد. پیش رسول الله صلی آمدن گفتن یا رسول الله من با خانمم یک جای شدم، چطور کنم؟ مردم یک کمی در مشقت واقع شد. الله آیت روان کرد که شب دیگه بخشش است، روزه نگیرین، افطار کده برین، دیگه خوراک میکنین، جوس میخورین، آب نوشیدن، هرچی از خانمایتان استفاده میکنین. و حل لکم لیلة الصیام الرفث، و حلال شده برای شما شب روزه الرفث، جماع کردن و نزدیکت
استفاده جنسی الی نسائکم با خانمایتان هن لباس لکم و انتم لباس لهن زنها لباس هستند برای شما شما لباس زنها هستین زنهای ازدواج شده علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم الله میفهمید که شما خیانت میکنین به نفسایتان میفهمید الله فتاب علیکم مهربانی کرد به بالای شما آسانی آورد شما ما وعفو عنکم عفو کرد فالآن باشروهن الحال مباشرت کنین یک جای شوین با خانمایتان وابتغوا ما کتب الله لکم طلب کنین آنچه که الله نوشته کرده به بالای شما بر شما الله نوشته کردگی است اولاد حلال و کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود بخورین بنوشین تا اینکه واضح شود روشن شود برای شما تار سفید از تار سیاه صبح یعنی صبح صادق بیاد تا که روشنی صبح نامده که حالا تا 5:30 است تا 5:30 اگر رمضان باشه خورده برو اگر روزه نفلی هم است این 28 کم 6 خورده برو تار سفید که از یک روشنی پیدا میشه بند کنین ثم اتموا الصیام الی اللیل باز تمام کنین روزه را کامل کنین تا به شب ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد نزدیک نشوین با خانمایتان در حالی که اعتکاف می باشین در مسجد که اعتکاف کردی خلاص شد دیگه 10 روز از خانم دور باش تلک حدود الله فلا تقربوها اینمی حدود قانون الله است نزدیک نشین به شما چیزی که الله حکم کرد نزدیک نشین یعنی ایرا نقص نکنین حدودا كذلك يبين الله آیاتی للناس قسم الله وضاحت میتا احکام خود را برای انسانها لعلهم یتقون تا اینکه اینا متقی شوند خب در این آیت احل لکم لیلة الصیام الرفث الله حکم بیان میکند که بعضی صحابه در حرج واقع شده بودند در مشکلات واقع شده بودند که براتون بیان کردم الله متعال عالی را میگه که شب براتون جایز است بعد میگه عمر رضی الله عنه بود خو هر کی که باشه عمر هم باشه از اون اشتباه میشه یکم تا میگه نه توهین به شأن عمر نکو عالی خوب انسان اون معصوم نبود پیامبر نبود یکم اشتباهات میشد وحل حلال شده از برای شما لیلة الصیام شب روزه الرفث جما کردن با زنهایتان ایها الصائمون ای کسایی که روزه دار هستین شب میتونین استفاده آل حلال شد سابق نبود هن لباس لکم و انتم لباس لهم شما که هستین سبب آرامش زن هستین زنها سبب آرامش شما الله می سکونت تشبیه به لباس میته مثل که لباس در بدن باشه انسان آرام میبینه نباشه یا قسم معلوم میشه ولی کافرها به لباس باشن خوش می باشن این سرچپه شده نه در این کشورهای غربی که از زنها هیچ لباس ندارن اما تو به لباس میگردن مرد و زنش دوم لباس چی؟ زن اگر شوهر داشت پرده و عفتش حفظ میشه و شوهر اگر خانم داشت اگر نداشت به لباس عریان یعنی بی آبرو میشه بی عزت میشه بی حیا میشه فساد میکنه زنا میکنه بر خانم شوهر لباس است لباس سبب آرامش است سبب سکونت است از تشویش های مختلف زندار کسی که مجرد از بیزن است در این وقت بیخی دیوانه است خب شهر مصیبت هاست از هیچ کاری کده نمیتونه نه به اسلام خدمت کده میتونه دیگه مگر همون جوانی که روزه بگیره دوامدار روزه باز جوانا را لاکم کده روزه بگیرین حالی جوانا روزه هم نمیگیرن دیگه ببینید هم پشت جوسا جوس فروشی ها استاده بسته هم یک جک کیلر در کلی خود بالا میکنه ایسو دیگه از اون چیزا هم استفاده میکنن نه انرژی مچم کرد بالاست برد بالاست از این چیزا هم میزنن نه یه خوب یخی دیوانه است حسابش خراب باید ببینی که فساد میکنه خب حتمی شو خواب نداره دیگه نه رسول الله میگه که یا معشر شباب ای جوانان من استطاع منکم الباءة فلیتزوج کس توانایی ازدواج داره باید ازدواج کنه میگه والا دختر یافت نمیشه چطور نمیشه این قضیه ده والا 14 و 15 را نگی سیره بگی سیره نگی بیخی بیوه را بگی نداری بیوه است که میگردن بیچاره بیشاور هستن پیر نمیگیرن جوان میگیرن جوان او را نمیگیرن چرا یک آدم بد شکل بگی زیبا را چی میکنی تو از گناه خود نگاه الله میگه که حتی کنیز ذالک لمن خشی لعنت کنیزه بگیرین تو وقت قرآن میگه سورة النساء حالی یا میمانه حالی اگه جوانه بگوی 40 ساله را برد میتم خواهد خودت در میتن رسول الله هم 25 ساله بود 40 ساله را ازدواج کرد
هر کی در ذهن خود یک نقشه جور کرده این تو باشه این تو باشه او چیزها را پسان بکو حال بگی امیره توانایی نداری باید پیسه پیدا کنی دوم بگی تا 4 زن اجازه هست سیوم بگی 4 بگی دیوانگی نکو توبه نمیگم دیگه این جمعی جوانا بسیار کارهای خراب میکن یقین کن در اطرافا خو حیوانا از پیش از یا نمانده این ظالمای بیدینه خب با دختره که میبینه دختر کاکای من نمیگیرم مامای من نمیگیرم ایره نمیگیرم قراششت زنا کده رئیس این بسیار جرم کلان است ما تا بالا یک جوان ندیدیم که خدا کنترل کنه و بگیره یک آدم چیره این بار گفته شوه گپا میشه زنها لباس است واقعا زن بسیار مهم بعضیا دعوت نمیکنه جوان میگم چرا نمیکنی میگه استاد بسیار تلاش میکنم میگه من دمی گناه واقع میشه من میتونم میگه خب میگه اینمی گناه شهوت مرا دیوانه کده اینمی تو خودش میگه من اینجا قرآن یاد میکنم میگم یک کاری کنم نمیتونم گفتم این مشکل حل کو خو اینا لسبب گناه چی است یعنی به ازدواج کو خلاص اسباب گناه را پیدا کو ریشش بکش علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم میدانست الله که شما خیانت میکنین به نفسایتان یعنی خیانت چی که جماع میکردین در شب و این حرام بود امام بخاری از برای ابن عازب روایت میکنه لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء میگه هر وقتی که روزه روان شد حکم روزه آمد کتب علیکم السلام امام بخاری آورده برای ابن عازب روایت میکنه لا يقربون النساء و زنان نزدیک نمیشدن رمضان کلش در یک ماه و کان رجال یخونون انفسهم بعضیا خیانت میکرد یعنی شب کار خدا میکرد تو چوب خدا میگرفت الله این آیت روان کرد که علم الله میفهمید انکم کنتم تختانون شما خیانت میکنین با چی کرد انفسکم فتاب علیکم الله توبه تان قبول کرد آسانی را آورد و عفو کرد و منسوخ کرد همیشه و منسوخ کرد فالآن باشروهن آل مجامعت کنین با زنا وابتغوا ما كتب الله لكم طلب کنین در جماع با خانما که میکنین اولاد ما كتب الله چیست اولاد صالح را که الله براتان خواستگی است این را طلب کنین صرف به خاطرش قضای شهوات نیست دیگه چی را طلب کنین ما كتب عفت و پاک دامنی را الله دمی نوشته میکنه در ازدواج عفت و پاک دامنی را و کلوا و اشربوا بخورین بنوشین تا که و کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم تا اینکه روشن شد برای شما تار سفید من الخیط تار میگه از تار سیاه من الفجر یا صبح یک صحابی میگه ساده بود خود ساده در بین ازوا بود هر قسم بود یک تاره که زیر سر خود مانده بود که سیاه بود گفت هر وقت که سفید شد باید ما بس میگه صبح خیست که همو سیاه است هیچ سفید نشده پرسان که گفت یا رسول الله تار خود سفید نشد گفت تو نیست معنای چیست که صبح از هدف از تاری است که روشنی طرف فجر میاد اونو سیاهی از بین میره کاملا روشنی او طرف شروع میشه اینی از هدفش ثم اتم الصيام الى الليل باز تمام کنین روزه را تا به شب یعنی تا شام چی معنا نخورین ننوشین جماع با خانمایتان نکنین غیبت گناه نکنین تا شام که می الله اکبر چی که وقت داخل شد پشت آذان ملام نگرد ملا اول خود سیر میکنن باز آذان میتن خب همونجا خورده میره 15 دقیقه باز میگه برو آذان بتی نه همین وقت که داخل شد یکم تا میگه ملا آذان نداده ملا خدایی وقت به یک گپ نیستن هر کدامیش هر فکر داره ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد مباشرت نکنین یا نزدیک نشین نه شب نه روز تا که اعتکاف کردین اعتکاف مستحب است کسی معتکف شد باز دیگه تا 10 روز از خانم جدا باشه اعتکاف بسیار درجه داره تلک حدود الله فلا تقربوها اینمی حدود الله است اوامرش است نواهیش است نزدیک نشین یعنی اوامر مخالفت نکنین نواهی را مرتکب نشین كذلك یبین الله آیاتی هم قسم وضاحت میت الله آیات خود را بر انسان ها لعلهم یتقون تا اینکه از محارم از گناه دورشان و فرایض انجام بتن باز داخل گفت که هدف تقوا است الله بر ما شما دیگه ثبات بده که احکام عملی کنیم صلی الله علی نبی محمد